سلام عزیزان، امیدوارم روز خوبی داشته بوده باشید. بدون گرفتن وقت اضافی ازتون میرم سراغ سوال اول. کدوم یکی از موارد زیر یک پارادوکس منطقیه؟ به همین سادگی جواب گزینه 2 یعنی این جمله دروغ است. کدوم کشور بیشترین زبانهای رسمی رو تو جهان داره؟ جواب درست گزینه 1 یعنی کشور هندوستان. کدوم عنصر شیمیایی زیر به نام یک سیاره نامگذاری شده؟ جواب درست گزینه 4 یعنی همشون. کدوم اثر هنری به عنوان گرانترین نقاشی جهان شناخته میشه که الان دست محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودیه؟ نقاشی سالواتور موندی اثر لئوناردو داوینچی. کدوم دانشمند نظریه نسبیت خاص رو ارائه کرد؟ جواب درست گزینه 1 آقای آلبرت اینشتین. خیلی خوب، به نظرتون تا اینجای ویدیو چطور بوده؟ اگه دوست داشتید ویدیو رو حتما لایکش کنید، کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو حتما فعال کنید تا از ویدیوهای جدید جا نمونید. بریم سراغ سوال بعدی. کدوم کشور بیشترین تولید کننده قهوه تو جهانه؟ جواب درست گزینه 4 یعنی کشور برزیل. کدوم ساز موسیقی زیر از جنس چوب و پوست حیوانات ساخته میشه؟ جواب درست گزینه 3 یعنی ساز طبل. کدوم بیماری واگیردار در قرن 14 میلادی اروپا رو به شدت تحت تاثیر قرار داد؟ جواب درست گزینه 2 یعنی طاعون که به مرگ سیاه معروف شد. کدوم کشور به عنوان بزرگترین تولید کننده برنج تو جهان شناخته میشه؟ جواب درست گزینه 3 یعنی کشور چین. حالا به نظرتون کدوم کشوره که بیشترین تولید کننده طلا تو جهانه؟ جواب درست گزینه 3 یعنی آفریقای جنوبی با کلی پتانسیل معدنی. از اینکه کنارمونید از تک تکتون تشکر میکنم. در جهت پیشرفت کانال خودتون یعنی جیکو حتما برامون نظرات با ارزشتون رو کامنت بکنید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون.